نیتتون رو دوتا کنید، بگوید پروردگار از من راضی شود، به همسایه نیکی کردم ثواب میگیرم، به قلب کودک حتی خرسندی داخل کردم من ثواب میگیرم. پیامبر صلی الله علیه و میگن در تمام جاندار، به هر جانداری حتی حیوان خوبی کردی ثواب میگیری. نیتتون اگر این باشد که الله راضی باشد از همین کاری من، یک کاری خیر است حتی کودکم باشد هم ثواب میگیرید. اما مقصد فقط یعنی در اینجا یگان خیل رضاگی الله نیست. نیت شما فقط اینکه کودک خرسند شود یا همسایه از من خرسند شود. گفته در اینجا گفتم که نیت کارها رو از عبادت به عادت و عادت ها رو به عبادت تبدیل میدهد. اگر نیت شما رضاگی الله باشد که هر خیری که هستن، در درس گذشته خواندیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کوچکترین خیر با یک کاسه افقاد باشد هم ثواب دارد. با این نیت کردید البته ثواب میگیرید، هم از طرف پروردگار ثواب